در یکی از منطقه‌های دوردست برای امامتی مسجد یک نفر فریاد میکنه. این نفر هم بسیار آدم دانشمند با تقوا میآید، یک مدت برای اینا امامتی میکنه. رمضان میشود، چون عادت همین محل و همین منطقه هر روز یک نفر امام به خانه‌اش دعوت میکنه، افطار میتیه. خب نوبت یک پیرمرد و یک پیرزن میشود، فریادش میکنن. خب دیگر افطار میکنه و امام میرود برای نماز تراویح خانه و این مرد پیرمرد هم چی همراهش میرود. وقتی این زن خانه میدروید، در یادش میزنه که یک مقدار پول در بالای همون استال گذاشتگی بود. همین کمی که نمیآورد. میگه خب زن میگه که خب شاید مرد گرفته باشه، یعنی شوهرم. وقتی تراویح تمام میشه و مرد خانه میآید، زن از مرد میپرسه که در بالای همین کرسی یا در بالای همین استال یک مقدار سوم مانده بودم، اونا را گرفتی؟ مرد میگه نه من نگرفتم. زن میگه غیر از من و تو امام مسجد کسی دیگه خانه نداره آمده است و کسی دیگر ما نداریم. مرد میگه شاید امام گرفته باشه، چون که غیر امام کسی دیگری خانه نداره آمده بود. اما شرم میکنن که برای از امام پرسن که تو همین پول گرفته یا نه. خب از بین یک سال میگذره، رمضان دیگر میشود. باز چون عادت همه هر روز یک نفری فریاد میکنن، امام چی افطارش میتین. نوبت این مرد میشه و این مرد میگه من فریادش نمیکنم، چون دفعه آخران که فریادش کردیم پولام گم شد. زن بسیار خواهش میکنه که در بین مردم خوب نیست فریادش کن. خب افطار فریاد میکنن، امام هم میآید افطار هم میخورن. بعد دیگه مرد تا خطش نمیتیه. پیرمرد از امام میپرسه که امام مسجد که من یک چیز هستی میپرسم اما راست شو بگو. میگه همین سال گذشته وقتی که افطار فریاد کردیم تره، زنم در بالای همین میز یا کرسی یک مقدار پول مانده بود. بعد رفتن تو همونا را ما نیافتیم، همونا را تو گرفتی؟ امام میگه بله، میگه ما گرفتمش. میگه وقتی که شما بیرون برآمده هم تریزه هوی بود هم در شمال شید، این پولا را همش میگه چی طرف در پرتافت. میگه من از جام خستم، این پولا را گرفتم و گریان میشود. امام دیگه از گریه سخن گفته نمیتونه. مرد میگه بخشش که من را به این حالت آوردم، نسبت تو گمانی بد کردم. امام میگه که این که به من گمانی بد کردی چیزی خوب نیست، چیزی دردآور است. نه که از این درد آورتر میگه برای که من اشک چشم ریزاندم این است که من او پولا را در مابین قرآن ماندم. یعنی شما یک سال میشود قرآن تان باز کردگی نیستی. من اینقدر شما را امر معروف میکنم، نهی منکر میکنم، درباره قرآن، درباره خدا و پیغمبر میگم، شما باشین یک سال میشود قرآن تان باز نکردین. قرآن همیارم باز میکنن و پولا همش در درون قرآن در همون صحیفه اول ایستادگی. قرآن در روز قیامت شفاعتگری موت است. برای همین برادر و خواهر عزیز کوشش کنیم که هر روزه یک آیت یک سوره از قرآن خوانده باشیم. پیغمبر خدا علیه السلام می‌فرمایند با خواندن هر یک حرف قرآن 10 ثواب است. پیغمبر میگه من نمیگم که الف لام میم حرف است، بلکه الف حرف و لام حرف و میم حرف است. یعنی الف لام که گفتی، الف لام میم 30 ثواب میگیری. باشد که خداوند برای ما توفیق قرآن خواندن داده باشه. سلام علیکم و رحمت الله.